وقت دوباره تصمیم بگیر. پاتو بیار پایین، پاشنه پاتو برسون به دست من، ببر بالا تا پات یه ذره پنجاه پاتو فکر کنی اومدی تا نزدیک صورتت. اینجا وایسا. دوباره پرس کن جلو، دوباره پاتو بیار، انگار هیلتو رد میکنه. آفرین. حالا میخوام پاتو برسونی به دست من، بری به سمت سقف، بری به سمت سقف. بعد پشت کتفتو رو زمین نگه دار برام، اینجا نگه دار. مرسی. پا بالا. آروم مهرای کمرتو بذار زمین، پاتو نگه دار همینجا، انگار کلش برنسته بخوره. و بعد دوباره پرس کن به سمت جلو پاتو. بیا. یه بار دیگه بریم. بیا پس پاها هیپتو که رد کرد من اینجا بکش بالا به سمت سقف. براو. حالا پاس. یه ذره پاهاتو باز کن منظر ارزشونه. بعد شروع کن اومدن پایین، مهرای کمر رو بذاری تو میتونه یه پرس کم هم به استرپ بده. بعد پاتو باز کن، یه سیرکل بزن. ببین دیگه. پس پات اول به سمت خودت یه ذره. بعد بکش بالا. فکر کن یه وال، یه دیوار اینجاست، داری پاتو میکشی روی دیوار، براش میکنی روی دیوار. پاتو به اندازه ارزشون رو باز کن. بخواب مهرای کمرتو روی کریج و بعد یه سیرکل خوب بزن. مرسی. خب حالا این بار میخوام دیگه پات نیاد به سمت خودت. این 90 درجه اینجا باشه، یعنی اون دیواری که بهت گفتم جلوتره و تو میخوای پاتو براش کنی به این دیواره، بمالی به این دیواره، ولی دیواره رو هول بدی هم میفته، خیلی هم نباید پرسش کنی. بیا بالا، بیا بالا، بالا 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 بالا. براو. آفرین. بیا بالا. مرسی. همین تاچو نگه دار، بیا پایین. آفرین. مرسی. براو. دوباره یه بار پاتو بیا پایین، یه استراحت بده. خیلی. این بار خوبی میتونه بدی. این بار که اومدی بالا بیاد به این دیوار پاشنه پاتو بمال، برو بالا. خب میخوام یه آرکی با پات بزنی به سمت جلو. همجوری داری میزنی همزمان مهرای کمرت هم بذار زمین. خیلی عالی رفتی. یکی برم بالا تا جایی که میتونم، ولی پا نرم. آفرین. رو همین دیواره بمونه. آرکی که میزنم میروار این کمرم هم بخوابونم. برافو. عالی بودی. خیلی خوب رفت سمت من. مرسی. نفس با درد میکنم.